به نظر من قشنگ بود. ببین اگه خوشت اومد لایک کن و نظرتو تو کامنت ها بکن. وحید جان خونه همسایه بالایی رو اگه ببینی چه دیزاینی چه مبلای او اتاق خوابشون ندی. تو اتاق خوابشون هست کجا دیدی؟ وای خدا امیم به بهش خدایا شکرت خدا جان خدایا شکرت ما مدنیستم بهشتیم دمت گرم خدا جان یعنی ایمان داشتم که بهشتیم ما چه میکنی اینجا ابله؟ تو کیمو سیگار کشیدن در بهشت ممنوع است. میدونی پول ننگی بلند شو. یک نخیا بلند شو. سخت نگیرن دیگه چی چگونه میشه آمده اینجا؟ بابا در بهش وابو ما همه ایم به تو دیگه گزارش رسیده که تو جهنمی هستی مردک. چگونه بابا. آمدی؟ ای همه جامم در یک گوشه میشه خیانت به انصار کرده ای؟ کردم به سوی بهشت میروی پوفیوز. بابا اونجا خیلی بیتر بودم بگمان من بند از اشتر جانم فندک داری؟ بابا نمیدونیم فندک بسنن بگی بگیر آقا بند از اشتر بگم شو منم خودم نزنی سری برو بگم شو که ما خواب و سر شما را جهنم آتیش گرفته اینجا سیه سر بزم آتش نشانی